سلام، من مالوام. تا چند وقت پیش یک کارمند معمولی بودم. هر روز صبح زود، خواب آلودگی، ترافیک، شلوغی مترو، سر کار. جلسه، ایمیل، استرس، همون چرخه تکراری همیشگی. تا اینکه یه روز گفتن شرکت داره تعدیل نیرو میکنه و بله، من یکی از تعدیل شده ها بودم. اولش شوکه شدم، بعدش ترس، بعدشم فقط یه حس خالی بودن. واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. اون روزا از نظر روحی داغون بودم. استرس، بیخوابی، حس بیارزشی. احساس میکردم واسه کسی مهم نیستم. چند روز با خودم خلوت کردم. بدون سر و صدا، فقط من و فکرام. کم کم شروع کردم به خوندن، نوشتن، فکر کردن و فهمیدم خیلی ها مثل من هستن. فقط کسی راجبش حرف نمیزنه. یه چیزی به فکرم رسید. چرا همیشه باید برای یه شرکت کار کنم؟ چرا برای خودم نه؟ برای همین تصمیم گرفتم یه چنل یوتیوب بسازم. قبلش خیلی ویدیو دیدم. نمیدونستم در مورد چی باید حرف بزنم. تا اینکه فهمیدم باید از خودم شروع کنم. از خود واقعیم. اینجا میخوام از استرس، شکست، اعتماد به نفس و از تجربه های واقعی زندگیم بگم. خیلی خوشحال شدم تا اینجا همراه هم بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم ازم حمایت کنید. سابسکرایب یادتون نره.